حاجی همون رو رفت بالای جدول هول کرد. من هی بهش گفتم آرومتر مثلا داشتم باش اینجوری صحبت می‌کردم، اون هول کرد، اون از فرمون رو گرفت اینور رفت بالای جدول. من این صحنه رو دیدم ریدم. سلام و هزاران درود خدمت همه شما زیبارویان. خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی جدید. تقریبا یک ساعت پیش یکی از بچه‌ها پیشم اومده بود اینجا محل کارم و داشتیم یکم مرور خاطرات میکردیم و اینا و یه خاطره یادم اومد که خیلی به نظر من میتونه خاطره باحالی باشه و گفتم که بیام برای شما هم تعریفش بکنم ببینم که خوشتون میاد از سبک ویدیوهای جدید یا نه. مثلا ویدیوهای خاطره به نظر من میتونه جذاب باشه. آقا ما تقریبا 14 سالمون بود، من و یکی از دیگه از رفیقام. بعد من یه دونه رفیق صمیمی داشتم که من همیشه میرفتم خونه اون میموندم، تابستونا، زمستونا، موقع مدرسه، همه جوره من پیش اون بودم. یعنی من مدرسه رو از خونه اونا میرفتم، یعنی خونه خودم و خونه پدر مادرم مثلا نمیموندم، 24 ساعته پیش اونا بودم. آقا من و رفیقم خیلی با هم صمیمی بودیم دیگه میدونید دیگه، وقتی کسی که باش زندگی میکنی 100% دیگه مثل برادر با هم بزرگ شدیم دیگه، یعنی اینجوری. آقا باباش نمایشگاه ماشین داشت و هر سری با ماشین‌های مختلف میومد کجا؟ میومد خونه. آقا رفیق ما یه شب یهو ایده داد، ساعت 4 صبح. داداش نظرت چیه با ماشین بریم دور ساعت 4 صبح. ساعت 4 صبح گفتم آقا یعنی چی ساعت 4 صبح ما کجا بریم؟ بعد مثلا میان خانوادت میبینن ما نیستیم. بعد من و رفیق ما تا 6 7 صبح بیدار بودیم دیگه. چیکار میکردیم؟ مینشستیم تو اون لپتاپ داشت اون موقع، مینشستیم تو لپتاپش فیلمای یوری بویکا شکست ناپذیر، حالا چی بهش میگن، اونو میدیدیم یا مینشستیم کلی چیز میدیدیم دیگه، کلی فیلم میدیدیم. آقا میگم یه شب یهو همینجوری ساعت 4 صبح شد، حوصله‌مون سر رفته بود. رفیقم فتفاده گفت آقا بیا بریم با ماشین یه دوری بزنیم و فلان. ماشین سوئیچش نمیدونم سوئیچشو باباش همیشه یه دونه آشپزخونه داشتن، یه دونه از این چی میگن، از این دیسا هست توش میوه میذارن، دیس بهش میگن دیگه، چی بهش میگن، تو اون سوئیچ ماشینش رو میذاشت. آقا اون شب با تیگو اومده بود، بعد تیگو ضربه خورده بود، یعنی که باید میرفت صافکاری و فلان و اینجور چیزا، دم و دست چیز مسئله داشت. آقا یه شب آره دیگه رفیقم گفت آجی بیا بریم و فلان اینا. ما با استرس هرچه تمام تر سوئیچ ماشین رو برداشتیم شروع کردیم از طبقه رفتم پایین. ساعت 4 صبح بعد 2 طبقه بود خونه دیگه، طبقه پایینی هم نشست، حواسش به ما بود دیگه، یعنی من و رفیقم رو قشنگ زیر نظر داشت که مثلا ما خب سر صدا میکردیم میدویدیم ساعت 4 صبح و شیطونی میکردیم دیگه، به قول معروف دیگه بچه شری بودیم. ساعت 4 صبح PS4 بازی میکردیم، فوش داد بیداد، اصلا یه وضعی بود. آقا به هر حال اونا همینطوریش حواسشون به ما بود، یعنی اگه ما مثلا از ساعت 4 اونا میفهمیدن ما از خونه زدیم بیرون 100% به پدر مادر رفیق من اطلاع میدادن و تپان ما رو میذاشتن اونجا دیگه. آقا ما با احتیاط هر چی تمام‌تر رفتیم و خب ماشین تو پارکینگ نمیذاشت دیگه، چون پارکینگ اونجا مال طبقه اولی بود، ما چون اونا طبقه دوم بودن پارکینگ نداشتن، ماشین همیشه بیرون میذاشتن. فکر کنم مثلا تیگو صفر می آورد، لیفان می آورد، هر ماشینی می آورد بیرون مجبور میشد بذاره دیگه. ولی تو شهرک بود دیگه، برام تو شهرک امنی بود. آقا یه شب آره دیگه این فتوا رو دادیم، با سوئیچ ماشین رو برداشتیم اومدیم پایین، با سختی هر چه تمام کردیم اومدیم پایین، رفتیم تو ماشین نشستیم. حاجی حالا سکته استرس بهتون میگم، حالا برای کسایی که این کارو انجام دادن مثلا ماشین باباشون رو پیچوندن رفتن بیرون میدونن چی دارن میگم. حالا دیگه اونا مثلا 4 صبح شاید نپیچونده باشن ولی ما تا 4 صبح پیچوندیم. آقا استرس سگی، هر چی زور زدیم ماشین روشن بشه، ماشین روشن نشد. چرا؟ حالا بهتون میگم. سوئیچ ماشین کلید نداره دیگه، تیگو کلید تیگو چند بود خدایا، اونشو خدایا یادم نمیاد تیگو چند بود، ولی تیگو 7 اینا نبود، یعنی قدیمه دیگه، مثلا مال 4-5 سال پیش این داستان. آقا این خب سوئیچ که نداره، قطعا دکمه ایه، ما اون دکمه رو میزدیم. خب
دکمه رو نگه می‌داشتیم. ماشین چی میشد؟ چراغش میومد، مثلا دیدی استارت می‌خوای بزنی مثلا صفحه کیلومتر روشن میشه دیگه، مثلا نمیدونم موتور همه چی اونجا میاد. آقا ما اونو زدیم اومد، روش نگه می‌داریم دوباره خاموش میشد، روشن دیگه نمیشه، چون معمولا روش نگهداری خودش استارت خود به خود میزد. آقا ما حالا استرس سگی داریم، مگه میتونیم تمرکز بکنیم؟ مگه هی اون دکمه رو میزنیم اون خاموش میشه. آخرش حاجی انقدر دیگه ترسیدیم جرئت نکردیم دیگه ادامه بدیم، چون اگه گفتیم حاجی بریم بالا تا اوضاع خراب نشده. یه 5 دقیقه تلاش کردیم روشن کنیم، خب استرس داشتیم دیگه، مثلا هول بودیم نمیدونیم چیکار میکنیم، فقط اومده بودیم که چی کار نداریم دیگه، ماشین سواری. آقا ما ترسیدیم، ماشین رو همونجوری قفل کردیم اومدیم بالا، رفتیم بالا تو اتاق با رفیقم نشستیم. یه رفیقم گفتش که داداش بیا ما که داریم ریسک میکنیم بیا بریم، من تا میگه اینو روشن نکنم امشب خوابم نمیبره، بریم باید یه دونه دور باهاش بزنیم. من هم کرمتر از اون پایه‌تر از اون بودم، آقا پاشو بریم داشت یا استارت به تهش به چخ میریم دیگه فدا سرت. آقا باز با استرس رفتیم پایین، هر چی زور زدیم ماشین مگه روشن میشد حاجی، هی دکمه خاموش. آقا یگانی رفیقم اینجوری کرد داداش یو ماشین یو روشن شد. حالا نگو چی بود، باید پات روی گاز میذاشتی استارت رو نگه میداشتی ماشین اینجوری روشن میشد. تیگو ماشین که روشن شد حاجی رفیقم گفت دیدی بالاخره روشن شد فلان شد کلی. آقا با استرس ماشین شروع کرد به حرکت کردن، رفتیم یه دور شهرک زدیم، اون دور زد دیگه. من که خب صندلی داداش اصلا این کارا نمی‌کنه، من خب اون موقع رانندگی نمی‌کردم به هیچ وجه و رفیقم فکر می‌کرد که من مثلا رانندگی می‌کنم، ولی من به اون گفته بودم رانندگی می‌کنم، ولی در صورتی که واقعا یک بارم پشت یک ماشین ننشسته بودم تو 14 سالگی. آقا گفت داداش رفت یه دور شهرک رو زد، برگشت ته شهرک یه دونه جنگل بود، یعنی جنگل اینجوری چیزی بهتون میگم، بهش میگفتن منطقه جنگلی. میرفتید اصلا ما حالا برنامه داشتیم اونجا هم رفتیم، خاطره از اونم هست شاید حالا بعداً گفتم. آقای من شما باشید که ما رفتیم داخل اون محوطه جنگلی، یه دونه بریدگی داره قبل از اینکه به اون برسی، اونو ما دور زدیم که بریم به سمت دوباره به سر شهر. آقا رفیقم گفت بیا تو بشین دیگه، پیاده شد. حالا منم که حاجی نمیتونم بگم من تا حالا پشت ماشین ننشستم، منم باز قلدروازی نشستم پشت ماشین. خب آقا داشتم میگفتم نشستم قلدروازی پشت ماشین و که آقا بسم الله الرحمن الرحیم برو بریم دیگه. من آقا شروع کردم، رفیقم خود دنده رو اونجا زد، اون دنده رو زد ترمزدستی و خوابوندم حاجی. بعد باباش قد بلند بود و هیکلی، یعنی صندلی ماشین چجوری به شما بگم، مثلا من و اون موقع مثلا 1.40-50 بود قدمون، حالا 1.40-50 دارم اقرار میکنم ولی 1.60 بود تقریبا، اون مثلا 2 متر بود قد باباش. بعد خب ما صندلی آینه هیچی رو دست نمیزدیم دیگه، چون اگه دست میزدیم به چخ میرفتیم دیگه، قطعا بعد ضایع میشد که ما پشت ماشین نشستیم. آقا نشستیم دیگه، من گازو گرفتم دیگه، رفتم اینجوری خیلی با دقت رانندگی کردم و گاز و ترمز دیگه اتومات بود ماشین دیگه، مثلا اگه دنده‌ای بود 100% اونجا گافو میدادم که من پشت ماشین تا الان ننشستم. و خدا رو شکر که از اون امتحان کنار رفیقم البته سربلند بیرون اومدم و تونستم که به قول معروف این امتحان الهی رو قبول بشم، هرچند که دزدی سرش به قول هرچند که از راههای درستی نبود ولی خودمو بهش ثابت کردم که آقا منم میتونم رانندگی کنم. آها اینو نگفتم بهتون، یک لحظه کجا داریم میریم؟ اون شب حاجی دیگه می‌خواستیم بیایم پارک بکنیم، رفیقم پشتش نشست دیگه، من یه دور زدم آخرای همون اون دوباره سوار شد بیاد پارک کنه. آقا گاز داد، گاز جوگیر بازی اومد فرمون داد، اینجوری کرد گفتم نکن داداش به چخ میریم. حاجی هول کرد. خب کنار اون خونه یه دونه درخت بود، کنار اون خونه خودشون که ماشین پارک بود یه دونه درخت بود. رفیق ما قبل از اینکه به این درخته برسه حاجی با لاستیک ماشین جدول رو میره بالا. همون شب اول دارم بهتون میگم، هنوز نرفتم شبای بعدی. حاجی همون رو رفت بالای جدول هول کرد. من بهش گفتم آرومتر وقتی داشتم باش اینجوری صحبت میکردم، اون هول کرد و از فرمون رو گرفت اینور رفت بالای جدول. من حاجی این صحنه رو دیدم ریدم تو خودم، گفتم وای
یو رفیق برگردون ترمز گرفت همونجا وایساد حاجی. حالا قلب داره تون تون میزنه، نزدیک بود تصادف کنیم. همینطوریش ماشین نصفش نبود، نصف ماشین خورده بود و با صافکاری میرفت. رفیق من هم حاجی نزدیک بود ما رو به چخ بده که حاجی از اون امتحانم باز هم ما سنوار میگم انقدر بعدش دیگه نشستیم خنده کردیم بعد از اینکه اون اتفاق حالا تیره بر افتاد، میگم تیره بر درخت افتاد که دیگه نگم براتون دیگه. بعدش که دیگه حاجی راه افتادیم شبا دیگه ماشین رو ور می‌داشتیم میرفتیم برای خودمون تا ساعت 6 صبح 7 صبح بیرون بودیم برای خودمون دیگه از شهرک هم خارج می‌شدیم برای خودمون میرفتیم بیرون شهرک توی مثلا طرفای گاز و نمیدونم یخسازی اون طرف برای خودمون دور می‌زدیم دوباره برمیگشتیم. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینجوری میشه که بعد از اینکه ما دیگه این دور زدنامون تموم میشه و من بعد از یه مدتی از پیش رفیقم میرم خونه خودم میمونم و دیگه تقریبا نزدیک 1-2 ماه نمیرم پیش اون بدون منم هر شب همین کارو میکنه، ماشینا رو برمی‌داره برای خودش میره دور میزنه. آقا یه شب باباه میفهمه که آقا خب اون موقع من نبودم دیگه، من از این موضوع قصر در رفتم دیگه، دارم میگم اینجا بهتون که من حضور نشم. میفهمه که آقا رفیق من چیکار کرده، ماشین رو برداشته و داره میره، یعنی رفته در از صدای ماشین رو میشنوه. آقا بیدار میشه و وای میسه تو حال که این رفیق ما بیاد. وای بهتون نگم، حالا این رفیق منو تعریف کرده. آقا رفیقم میره برای خودش اشغالشو میکنه، میاد خونه میبینه باباش جلوش وایساده. وای حاجی نمیدونید چه صحنه دردناکی برای اون بود. به هر حال بدون چکی بود که توی گوشش خورد و به هر حال با گریه رفت خوابید رفیقم. آره دیگه حاجی. بعد دیگه بابای دیگه فهمید مثلا ماشین رو پیچونده اونو فلان دیگه سویچ ماشین رو با خودش میبرد تو تخت خواب میخوابید با سویچ. روک این کارو میکرد که دیگه رفیق ما ماشین رو بر نداره بره، یعنی آره دیگه. اینم بود از ماجرای ماشین دزدی. حالا من و رفیقم در از ماشین پیچوندن. حالا دزدی که نمیشه، دزدی یعنی برداره دیگه پس ندید دیگه، ما بردیم ولی پس دادیم. آقا خیلی دوستتون دارم، مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. اگه دوست دارید بازم بیایم و از این خاطره ها بگیم حتما تو کامنت ها بهم بگید که بازم میایم و 100% کلی خاطره است که حالا میتونیم تعریف کنیم دیگه. دوستتون دارم زیاد و تا ویدیوهای بعدی مراقب خوبیاتون باشید و میبینمتون. فعلا خدا نگهدار.